دو قدرت نظامی خاورمیانه که همیشه در حال رصد کردن یکدیگرن. یکی با کمیت و عظمت بی‌نظیرش، دیگری با فناوری و پشتیبانی تمام قد یک ابرقدرت جهانی. سوال اینجاست: اگر روزگاری این دو به صورت مستقیم در میدان جنگ با هم روبرو شوند، چه اتفاقی میفته؟ کدام یک برتری تاکتیکی داره؟ قدرت واقعی این دو رقیب از کجا نشأت میگیره؟ تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشین، چون پاسخ این سوال مغزتون رو منفجر میکنه. سلام به شما بینندگان عزیز کانال جاده دانستنی. امروز میخوایم یک مقایسه استراتژیک و عمیق بین دو قدرت نظامی منطقه، ایران و اسرائیل داشته باشیم. توجه کنین، هدف از این ویدیو نه تحریک احساسات، نه جنگ افروزی، بلکه تحلیل یک واقعیت ژئوپلیتیکیه که دنیا رو درگیر خودش کرده. پس با ما همراه باشین. اول بریم سراغ نیروی انسانی. میایین از پایه‌ترین بخش شروع کنیم. سرباز. ایران با جمعیت 85 میلیونی یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داره. نقطه قوت ایران تعداد بسیار زیاد نیروی انسانی فعال و ذخیره است. اما اسرائیل با جمعیت تنها 9 میلیونی یک ارتش کوچکتر اما فوق‌العاده حرفه‌ای داره. نقطه قوت اسرائیل کیفیت آموزش، تجهیزات پیشرفته و خدمت اجباری برای همه که یک ارتش آماده به کار میسازه. دومین معیارمون توان هواییه. حالا بریم سراغ آسمون. اینجا اختلاف واضحه. نیروی هوایی اسرائیل یکی از پیشرفته ترین ها در جهانه. جنگنده های F-35 داره که رادارگریز هستن. اما ایران به خاطر تحریم های چند دهه‌ای ناوگان هوایی قدیمی داره. اما صبر کنین، این پایان ماجرا نیست. قدرت واقعی ایران در سامانه‌های پدافع هوایی مثل پاتریوت و باور 373 و هزاران موشک زمین به زمینه. یعنی شاید ایران نتونه خوب حمله کنه، ولی میتونه به خوبی از خودش دفاع کنه و پاسخ کوبنده بده. معیار سوم توان موشکیه. این بخش جاییه که ایران حرفهای زیادی برای گفتن داره. ایران بزرگترین ذراتخونه موشکی در منطقه رو داره. از موشک‌های کوتاه‌برد تا دوربرد که میتونن به هر نقطه در اسرائیل برسن. استراتژی ایران بازدارندگی از طریق قدرت تخریب مسیولی هست. از طرفی اسرائیل سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین رو داره که در مقابل موشک‌های کوتاه‌برد خیلی موفق عمل کرده. سوال اینه: گنبد آهنین میتونه در مقابل یک حمله گسترده این موشکی هم مقاومت کنه؟ معیار چهارم جنگ نامتقارن و متحدان. نبرد همیشه مستقیم نیست. اینجاست که مفهوم جنگ نامتقارن مطرح میشه. قدرت ایران فقط در ارتش رسمی نیست، بلکه در شبکه‌ای از متحدانش در منطقه مثل حزب الله لبنان هست. اما اسرائیل متحدانی مثل آمریکا داره. حمایت تمام قد آمریکا از اسرائیل بزرگترین برگ برنده این کشوره. بدون شک در یک درگیری، این پشتیبانی به شکل اطلاعاتی، تسلیحاتی و حتی مستقیم درگیر میشه. خب، پس به این نتیجه میرسیم که نقطه قوت ایران، عمق استراتژیک، تعداد بالای موشک‌ها و نیروی انسانی برای یک جنگ طولانی و فرسایشیه و نقطه قوت اسرائیل برتری تکنولوژیک بیچون و چرا در هوا، پشتیبانی اطلاعاتی و حمایت بی قید و شرط آمریکاست. یک درگیری مستقیم به نفع هیچ کدوم نیست و به یک فاجعه برای کل منطقه تبدیل میشه. به همین دلیله که این دو دشمن همیشه در آستانه جنگ اما در حالت بازدارندگی باقی موندن. حالا نظر شما چیه؟ به نظر شما کدوم یک برتری تاکتیکی دارند؟ موازنه قدرت به نفع کدوم طرفه؟ نظرات و تحلیل‌های خودتون رو حتما برای ما زیر این ویدیو کامنت کنید. اگر این تحلیل براتون جذاب بود، حتما دکمه لایک رو بزنین و با سابسکرایب کردن کانال و زدن زنگوله از ویدیوهای بعدی ما که به زودی درباره قدرت نظامی کشورهای دیگه منتشر میشه با خبر بشین. حتما هم این دوتا ویدیو رو ببینین چون مطمئنم خوشتون میاد. از اینکه تا انتهای این ویدیوی دانستنی با ما همراه بودین صمیمانه سپاسگزاریم. به امید روزی که صلح پایدار برقرار بشه. فراموش نکنید که دانش خودتون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. خدا نگهدار.